أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإياي فارهبون. از سخنان همکار گرامی من جناب دکتر عبیدالله مولانا دکتر استفاده کردید در رابطه با تربیت اولاد و برنامه ریزی برای ایام تعطیلات دانش آموزان و سخن مختصری انشاءالله در این باره خواهد شد. آیه از سوره مبارکه نحل خدمت شما تلاوت گردید و در این آیه الله تعالی دلائل وحدانیتش را قبلا بیان فرمودند که تنها معبودان و خالق که همه جهانیان و کائنات الله تعالی هستند، تنها خالقان و او ذاتی که همه چیز را تنها خلق کرده و همه مخلوقان، او ذات تنها پروردگار هست، او ذات تنها معبوده و معبود شما یک معبود هست. معبود دوتا نیستند، بیشتر از دوتا هم نیستند. معبود شما الله تعالی هست، همونی که شما را خلق کرده و همه جهانیان آفریده است. معبود او ذاتی است که همه جهانیان و همه عالم و همه جهان نگهداری می کند. او قیم همه جهان و نگهدارنده آسمان ها و زمین. او ذاتی است که همه چیز را به وجود آورده. او تنها معبوده و تنها از او را عبادت کنید، با الله شریک نگیرید و از الله بترسید. تنها از او بترسید و فرمان ببرید از او و او را نافرمانی نکنید. با او شریک نگیرید. تمرد و سرکشی از فرمان و اطاعت او نکنید. چرا که همه جهان از آن اوست و جهاندار تنها الله که همه جهان مدیریت می کند. وقتی که شما دچار ضرر می شوید، با بنبست روبرو می شوید، به مشکلات های دنیا و چالش های دنیا گیر می کنید، او را فریاد می زنید. وقتی ضرر متوجه شما می شود و تهدید متوجه شما می شود در زندگی، به الله پناه می برید. لہذا او خدای واحد و لا شریک را فرمان ببرید و اطاعت کنید و وقتی که ضرر شما را دفع میکنه و دور میکنه و تهدید را از شما برطرف میکند، خدا را فراموش نکنید و خدا را هیچ زمان از یادتون نبرید. الله است که همه مشکلات های ما را و جهانیان حل می کند. نباید در هیچ شرایط ما الله تعالی را فراموش بکنیم
و نباید ما نادیده بگیریم این مسئله را که همه چیز در دست پروردگار هست و خدا را هیچ زمان از یاد نبریم. در همه مشکلات ها، در خوشی ها و در وقت مشکلات، در همه حال الله را فریاد بزنیم، به الله پناه ببریم، به الله رجوع کنیم و حل مشکلات ها را از الله بخواهیم. اوست، الله است که بنبسته را از سر را برطرف می کند و اوست که توی مشکلات های دریا و خشکی نجات عنایت می کند. اوست که در زمین و در آسمان و در فضا بندگانش را دستگیری می کند، فریاد رسی می کند. آه و ناله مظلوم اوست که می شنود فریاد بندگانش را، آنانی که مضطرن، آنانی که گرفتار شدند. الله است که به فریاد اونها رسیدگی می کند و مشکلات اونها را حل می کنه و برطرف می کند مشکلات ها را. الله را از یاد نبرید، الله را فراموش نکنید. واقعا انتخاباتی که در کشور همسایه ما ترکیه گذشت خیلی چیز جالبی بود و مردم ترکیه، کشور ترکیه از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین توسعه آن است که فکرها توسعه یافتگی داشته باشند، انسانها سیاست رو دید وسیع داشته باشند، تحمل مخالفان خود را، تحمل دگراندیشان داشته باشند و انتخابات یکی از این نمونه های توسعه یافتگی ملت ترکیه بود، کشور ترکیه بود که دو تا حزب رقابت کردند در انتخابات. یکی حزب حاکم بود و یک حزب مخالف بود با حکومت. هر دو تا به رقابت پرداختند و چنان رقابت در ترکیه شدید بود که ناظران می گفتند که بی سابقه هست در ترکیه این رقابت و بسیاری گفتند که ممکن منجر به درگیری بشه و خونریزی بشه، ولی اونها واقعا نمی شناختند ترکیه را که این پیشبینی ها را کردن، هیچی نشد، دو نفر هم با هم درگیر نشدند. ولی چیزی که پیش آمد در ترکیه و همه ما را تحت تاثیر قرار داد و ملت های جهان را تحت تاثیر قرار داد، آن است که واقعا تقلبی نشد توی انتخابات، با این حال که دست حکومت جلو بود و برای یک چیز جزئی حکومت ماند. خیلی فاصلهش با فیروزی خیلی نزدیک بود و اگر اینا تعداد صندوق را باطل می کردند که رقیب بیشتری ها را داشت، برنده می شدند و اگر مقدار کمی را درست می کردند و می ساختند هم برنده بودند. ولی معلوم شد که نه، اینها پایبند عدالت بودند و لحاظا با یک چیز خیلی رای کم و ناچیزی که می توانستند برنده بشن هیچ تقلبی نکردند و انتخابات به دور دوم کشید و انتخابات ناظران همه معتقد بودند که سالم بود
و چیز دیگه که در این انتخابات بود این بود که انتخابات آزاد بود. از یک طرف کسی که بالاخره با عنوان لایق و لایق اگر این معنی را بکنیم کسی که نسبت به دین پایبند دین نیست و اسلامگرا نیست و یک طرف اسلامگرایه و کسی که اعتقاد به دین اسلام داره و نسبت به دین اسلام احساس تعهد می کند و لایق کسی که نسبت به دین اسلام احساس تعهد نداره و اسلامگرا نیست، اینها رقابتشون با هم، یعنی در یک کشور هر دو تا میتوانن بیاین شرکت کنند در کشور و انگیزه هر دو تا ساختن کشور باشه، خدمت مردم باشد. و لحظه یک چیزی خیلی جالب به نمایش گذاشته شد، این که اسلامگراها باید دیگران و دیگراندیشان را هم بپذیرند و این که توی یک کشور لایقها هم اسلامگراها را بپذیرند، چرا که دین اسلام یک واقعیت توی دنیا است، حقیقت توی دنیای و آنهایی که دین اسلام نمی شناسند و دیانت را توی دنیا قبول ندارند منکر یک حقیقت و منکر یک واقعیت بزرگ توی دنیا هستند. واقعیت ها باید پذیرفته بشه و دموکراسی هم همینه. ما توی دموکراسی افراطی داریم، توی لایق هم لایقای افراطی داریم، توی مسلمانان هم اسلام افراطی هم هست، کسانی که قرائت از اسلام بیان می دارند که افراطیه. ما نه با اسلام افراطی همراهیم و قبول داریم، نه او دموکراسیه که بگه دموکراسی برای همه چیز است، برای اسلام نیست. بعضی همین میگن، این هم غلط، این دموکراسی افراطیه. لایق افراطی هم اونه که آقا بگه ما دین اصلا ضد دین باشه، آقا دین قبول نکنید شما، دین اختیاریه، دین اجباری نیست. اشتباهه که اگر ما خیال بکنیم که آقا فقط اسلام و دیگه هیچی نیست. نه الله تعالی نیاز دارند که مردم به زور مسلمان بشن، نه اسلام نیازی داره. اسلام به مردم نیاز نداره، اسلام دین به ما نیاز نداره، ما به دین نیاز داریم. خدا به ما نیاز نداره که همه متقی بشن، ما به نیاز داریم که متقی و پرهیزگار بشیم. ولی واقعیت ها را باید قبول کرد، واقعیت ها را باید پذیرفت و توی کشورها، هر کشوری باشه، اسلامی یا غیر اسلامی باشه، باید دیانت را به عنوان یک واقعیت بپذیرند و کسانی که اعتقاد به دین ندارند اینها هم باید پذیرفته بشن، بالاخره حقشون، حقوقشون. نگن که نه آقا این دین نداره، دین نداره، این حق داره، مال همین کشوره، مال همین آب و خاکه. و لحاظت اون چی که در این کشور توجه بسیاری را جلب کرده اینه که اینجا بالاخره به واقعیت ها را میپذیرند. بسیاری از دینداران چیز جالب که مقدار روی این مسئله دیگران هم کار کردند و ما هم کمی فکر کردیم، بسیاری از دینداران جانب او یکی دیگر را حزب خلق، حزب مخالف گرفتند که
بالاخره نمایندگی میکرد لایقه ها را، او را دادن. بسیاری از نمازگزاران، بسیاری از دینداران و بعد بخشی از لایق کسانی که اعتقاد به دین نداشتن اسلامگرا را دادن. و لحاظا این تفکرات متفاوت بود، رای دادن آزاد بود و این میتوانه این مسیر اعتداله. ما اعتقاد به اسلام اعتدالی داریم. اسلام میں اگر تنها معتقد باشیم که مسلمان و بس افراط ہے، باید ہمارا قبول داشته باشید، حق ہمارا. بگیم فقط مسلمانی اشتباهه. آقا این روش حضرت رسول نیست، این سیره حضرت رسول نیست، این دستور قرآن عظیم و شان نیست. همه انسان ها حقوق دارن و حقشون باید رعایت بشه. و مردم ایران همچنان انتخابات میخواهند در کشورشون برگزار بشه که تفکرات مختلف بیاید، اسلامگرا هم بیاید. کسی که اسلامگرا نیست و برنامه داره برای ساختن کشور، برای آبادانی کشور، برای پیشرفت کشور، نباید جلوگیری بشه از او. هم بتونه بیاید. مردم ایران الان همین خواسته ایشونه که انتخابات آزاد که میگن همین انتخابات. بسیاری صحبت های ما را میگن که آقا شما با اپوزیسیون هستید، همراهید و ما با مظلوم همراهیم، ما با حق براییم. ما در کنار مردم ایرانیم، ما در کنار شیعیم، ما در کنار سنیم، ما در کنار غیر مسلمان هستیم. اون غیر مسلمانانی که اینجا زندگی میکنن حقشون ضایع شده و در حقشون کوتاهی شده. ما کنار حقیم و گفتیم اگر حق با مسلمان باشه ما با حقیم، اگر حق با مسلمان نباشه با غیر مسلمانه ما در کنار حق می ایستیم و این تعلیم از اسلام گرفتیم. تعصبات بیجا نباید داشت. ببین حق با که ما با عدلیم، با عدالتیم، هر کس عدل بکنه ما کنار اوییم. ما با آزادیم، در کنار آزادی می ایستیم، آزادی بیان، آزادی کلام. بعضی که وقتی میگه آزادی، آقا میگه آزادی یعنی این که به حجابی، نه. به حجابی مردم ایران با حجاب بودن و از سختی های ما، از این که ما در حق زنان کوتاهی کردیم، سرشون برهنه کردن و ما به شما گفته شد که شما مشکل زنان حل کنید. همین زنان گفتن، همین زنها گفتن اگر مشکلات ما حل می شد می گفت چادر بزرگ به سر بکنید، ما به سر می کردیم. اولی تبعیض در قانون اساسی، قانونی که تدوین شد، تو این قانون واقعا یک بدعت را تصویب کردند و او این بود که گفت رئیس جمهور اهل سنت نمیتونه باشه، رئیس جمهور زن هم نمیتونه باشه و
زن نصف جمعیت کشور را بیشتر تشکیل میده. قانون تصویب کردید که قدم اول این قانون تبعیض بین مذاهب مساوات قائل نشدید. یک مذهبی را رسمی قرار دادید و بقیه را از رسمیت خارج کردید. گفتید که حقوقشون محترمه، گفتید که آزادی خودشون دارن، ولی اعمال سلیقه کردن بعد به همه آزادی را برای ما قائل نشدن. اینها در یک قانون اساسی تبعیضن. کار از اساس خرابه، پایه خرابه. آقا وقتی که شما این زنها در دانشگاه ها تحصیل میکنن، دنبال دانشن، دنبال علمن و ای اقوامن ایرانیان، مذاهب ایرانی اهل سنت، مال همین کشور برای همین کشور مردن، چگونه شما میایید و میگید خبرگان این بدعتی بود که انجام دادن؟ گفت اهل سنت نمیتونه رئیس جمهور باشه. برای چه اهل سنت شایسته باشه و ملت ایران رایش بده؟ چرا نتوانه؟ مگه ایرانی نیست؟ مگه مال همین ابو خاک نیست؟ گفته که رجالی که در قانون آمده رجال، زنها رجال نیستن. بعضی گفتن یک زن تا حالا به عنوان ریاست جمهوری تایید شده؟ شما کسی اینجا دوستان هستن اطلاعی داره من بگن که حرف من اشتباه نشه. شما یک زنی را شورای نگهبان تایید نکرده و من هفته گذشته عرض کردم که تمام این مشکلات از یک نکته بودی، از همین تبعیضات بودی. زنان که عصبانیان و حرف بر نمیدارن حرف شما را، که زنان میگه شما برای ما چه کردید؟ شما در حق ما تبعیض قائل شدید. و دیگه مسائل است توی قانون اساسی، دیگه مسائلن که توی هیچ دنیای نیستن و در هیچ دیانت ما سراغ این قوانین نداریم که شما اینها را تصویب کردید و آوردید توی قانون اساسی. قانون اساسی همه بد نیست، همه ضعف نیست، ضعف داره، ضعف‌های داره که کشور را فلج کرده، ولی نقطه قوت هم داره و به نقطه های قوت اونطور که باید توجه بشه نشده. ما این صحبتمون هست. مردم و ملت و همه ما شهروند ایران هستیم، تو این کشور زندگی میکنیم. نفع باشه میرسه، ضرر باشه به همه ما میرسه. دود این کشور به چشم همه ما میرود. ما میگیم به این مردم که اعتراض دارند، این مردم که فریاد میزنند، این مردم که توی خیابان آمدن و اینها در حقشون به هر حال اینک خودشون رو در بنبست میبینند. حرف از اول صحبت ما این بود که شما حرف این مردم رو بشنوید، با اینها بشینید و حقایق را توجه کنید، ببینید مشکلات از کجا آمده. جلو اصلاحات را گرفتید، نگذاشتی که کشور اصلاح بشه. چندین دوره اصلاحات مردم همه طی کردن و از اصلاحات ناامید شدن. آخری انتخابات مال اصولگراها بود، کشور را از اول اینطور نبود، ولی کشور را به سوی محدودیت آوردید. در انتخابات این بود که یک دست بشه کشور،
یک قشر و یک تفکر در کشور بتونه کشور ادارت کنه، مدیریت بکنه، در حالی که صدها تفکر در ایران هست. یک کشوری که در او تکثر موجوده، تکثر قومی موجوده، تکثر مذهبی موجوده، ادیان موجودن، اندیشه ها موجودن. شما خواستید که یک تفکری حاکم بشه و اونی که کاملا اطاعت کنه، وابسته باشه، دنبال مدیران وابسته، دنبال نمایندگان وابسته، دنبال رئیس جمهوری وابسته، دولت وابسته. و این در این کشور جواب نداد. همینه که من شما میبینیم نتیجهش چه شد. و این نتیجه روی همین سیاسته، نه روی اینه. و این آخری انتخابات که سطح مشارکت مردم در انتخابات، در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی پایین آمد. ما شرکت کردیم و جامعه اهل سنت بخش بزرگ شرکت کرد. برای شرکت کردیم که ما گفتیم که اصلاح طلبان تجربه کردیم، جواب نگرفتیم، اصولگراها را تجربه بکنیم، دیگه حرف نمانه بر سر ما. اصولگراها می گفتن شما اصلاح طلبا را تجربه کردید، ما را هم یک بار تجربه بکنید. ما تجربه کردیم و مایوس شدیم. ما گفتیم که الان شاید بتوانیم که نفس راحت تری بکشیم. ملت ایران خواسته های ما قومی و مذهبی نبود، ما برای خواسته های ملی شرکت کردیم و حق از گردن خود ادا کردیم. و الان جواب نگرفتیم. ریاست جمهوری چابهار استان تشریف آورده بود و عادت گلایه را ما نداریم، ولی واقعا یک حرف ایشون ما گله‌مند شدیم که ایشون فرمودند در رابطه با حادثه جمعه خونین، اولی بار بود که به صراحت صحبت کردند و در رابطه با حادثه جمعه خونین فرمودند که اونهایی که به هر حال اغتشاش نکردند و آبر بودند زده شدند و بیگناه بودند زده شدند و لحاظا اونها ما حقشون نباید ضایع بشه. ما از سخنان این برداشت کردن که واقعیت هنوز به رئیس جمهور گزارش داده نشده که آنچه که توی جمعه خونین گذشت اینجا کسی مقصری نبود، نه اینجا اعتراضی بود. صحبت اینجا همیشه بوده، از 30 سالی که صحبت میشه، صحبت دل سوزانه، صحبت خیرخواهانه، انتقاد سازنده اینجا جریان داشته در گذشته. همون روند اتفاق در چابهار پیش آمده، اینجا هم صحبتی شده و توصیه شده که عدالت کنید، به حق رسیدگی کنید. توصیه شده که اعتراض حق مردمه و مردم توصیه شده که نقصان نرسونن. اعتراض سالم گفته شده، همون سخنان موجودن حق مردمان. اینجا چیزی نشده، اینجا صحبت اونطوری صحبت عادی بوده و این قضیه از پیش تعیین شده بوده. اگر رئیس محترم جمهور اطلاع نداره اطلاع بشه که این از قبل آمادگی شده برای این جریان. اون مستند موجوده که هیچ کسی اول هیچ چیزی نبوده، مردم به صورت عادی نماز میخوانند و تیراندازی شروع میشه، عده میرن به سمت پاسگاه و الا
مردم با پاسگاه اینجا همیشه مشکلی نداشته، پاسگاه با مردم نداشته. و این کسانی که بالاخره این مسئله اتفاق پیش آمده است، اینجا کسی اختشاش نکرده، اختشاش بوده بعد از این جریان. و کیا اختشاش کردن اونا را الله تعالی میدانه و مسئولان باید بدانند. و اما او اتفاق که اینجا پیش آمده، مردم در داخل مصلا جای نماز به شانه ایشون رئیس محترم باز بررسی بکنه و فرمودن که من وزیر کشور را فرستادم، وزیر کشور شما تشریف آورد، ما هم دیدیم، ولی نظرات که وزیر کشور دادند مردم ما راضی نشدند. چرا که او بر واقعیت ها نبود، یک از این طرف یک حرف زدند و از اون طرف هم حرف زدند. میخواست توجیه کنم بسیاری از این مسئولان که آمدند حرف زدند، میخوام توجیه بکنم، به جای این که خواسته مردم این بود که این حادثه ملامت بشه، محکوم بشه و از مردم عذرخواهی بشه. بعضی گفتم معذریم دیه بدیم، گفتیم مردم راضی نبودم به گرفتن دیه. مردم گفتم ول حیثیت ما، آبرو ما، آخر ما برای چه کشته شدیم اینه. ولهذا باز هم ما رئیس محترم هم میگیم که شما هنوز بررسی کنید در رابطه با ابعاد این قضیه. و واقعا ما گلایه من نکردم، ولی من امروز این گلایه را از ریاست جمهوری دارم و از تیم رئیس جمهور که در انتخابات صحبت داشتند با نخبگان اهل سنت و به اونها قول و وعده دادم. ما سخت گلایه داریم. من 2 هفته رفتم، یک بار 10 روز در تهران موندم، یک روز 1 هفته قبل از این حادثه، و من گفتم که اینا نمازخانه ها را تعطیل می کنند، نمازخانه ها را تحت فشار قرار دادند. یک نمازخانه ای را که به ظلمن و زور سندشون به نام خودشون زدند. و شما فشارهایی که بر اهل سنت استانه ها بود، من این را گزارش دادم و خودش را که ملاقات کردم جلوتر و من گفتم ولی خواسته ما خواسته های همه ملت ایرانه، دومی خواسته های ما خواسته های منطقه و استانی و مذهبیه. و این بار که رفتم من خودش را ندیدم ولی معاونش را دیدم، رئیس دفترش را دیدم و صحبت ما به ایشون رسید، سلام فرستادن، سلام ایشون به ما دادن. ما گفتیم ما برای مشکل آمدیم، شما مشکل جلوگیری بکنید، ممانعت بکنید، یا سیاست شما نسبت به ما تغییر خورده. گفتن نه تغییری نیست، شاید هم هست اونجا که من با اونا صحبت کردم با من دیگه افراد بوده. گفتن سیاست نسبت به اهل سنت تغییر نخورده. ما گفتیم پس اینهایی که این کارا را میکنه شما اینها را جلوگیری بکنید. مردم باید در جمهوری اسلامی به راحتی نماز بخونن. چرا دنبال نماز گذارانند در بعض شهرها؟ مجا نه، بعض شهرها جایی که اهل سنت اقلیت فریاد دارند و 2 هفته ما نشه، یک بار 10 روز جواب ما نگرفتیم، جواب به من دادن نشد، رسیدگی نشد. و بعد این اتفاق پیش آمده، 1 هفته 2 هفته بعد این اتفاق پیش آمد. ما گلایه داریم که ما ملتی را ناراض کردیم برای انتخابات. خیلی از ما دلخور شدن که شما چرا رای دادید. ما گفتیم که رای با همه مشکلات دادیم و متاسفانه او انتظار برآورده نشد. وعده هایی که دادند وعده ها متحقق نشد. ما را از انتخابات
و ملت ایران از انتخابات ناامید کردن. ما دیگه از طریق انتخابات هیچ امیدی نداریم الله. مگر اینکه یک تحول اساسی بیارید. با این روند که الان بعض احزاب کار میکنند و بعض گروه ها کار میکنند، فکر نکنند که ملت ایران اینا را جواب بده. مردم ایران چگونه زندگی کنند؟ شما خودتون فکر کنید که با 43 میلیون شما، 43,000 شما $1، ببخشید 53 میلیون تومان شما $1,000 و با $1,000 اولا 53 میلیون چه کسی درآمد داره که 53 میلیون درآمد داشته باشه 1,000 بشه $؟ با این تورم، با این گرانی فکر کنید که وزیرم نمیتونه زندگی بکنه، که حقوقش بالای، نماینده‌ام نمیتونه، استاندارم نمیتونه. حالا او دور که مردم سنگ به شکم ببندن رفته است و مردم گرفتارند و بالاخره شما چاره بیندیشید برای این کشور، برای این ملت هستین. این مطمئن باشید که با اعدام نمیشه جلوی ملت ها گرفت و کانه کرد. اعدام ها اخیراً خیلی گسترش پیدا کرده و تمام این کره خاکی را تکان داده است. تمام این ملت ها تکان خوردند و حالا به نام مواد مخدر یا به نام های دیگر هست و این اعدام ها به ضرر کشوره، به ضرر حاکمیت، به ضرر مردم و ملت هست، به ضرر دین. چون اینها به نام دین، یکی گفته بود که ما را دین میکشه. من این خیلی من تکان داد، گفت که ما را دین میکشه، اسلام ما را میکشه. این حرفش اشتباه بود. اگر میگفت که به نام دین ما را میکشن، به نام اسلام هنوز این توجیه داشت، ولی توی دین این اعدام ها نیست، توی دین اسلام نیست. دین اعتدالی در قرائت جمهور امت و اکثریت امت، در قرائت ما از دین اعتدالیه و در قرائت اعتدالی این مسائل نیست. اینا بیشتر برداشت‌های شاخه‌های مختلفن و مسئولیتشون به خودشونه، نه به اسلام. به اسلام از این مسائل دوره. قتل عمد بله، اگر کسی قصداً کسی را بکشه بدون شکنجه، بدون اجبار و اکراه، اعتراف صورت بگیره، اقرار صورت بگیره، شاهد باشه، گواه باشه، قتل عمد قصاص داره. دیگه قتل ها خیلی انگشت شمار و محدود نیست و بالاخره اینها به نام اسلام نباید ثبت بشن، نباید جهانیان این اعدام ها را به نام دین ثبت بکنند. آی جهانیان، نباید اینها را به نام دین ثبت بکنید، نباید به نام اسلام ثبت بکنید. اسلام از این مسائل بدوره و این دفاع من از اسلام میکنم و وظیفه ما هست که از دین نباید هیچ حکومت به نام اسلام در هیچ جای از این
کره خاکی مردم از اسلام نفرت بده، مردم از اسلام فرار بده. و لحاظا ما معتقدیم که هیچ راهی نیست، از هیچ راه فشار، زندان و برخورد نمیشه نتیجه بگیریم، برای اینکه ملت گرسنه است. ملت احساس تحقیر میکنه، ملت احساس بنبست میکنه، برای خودش راه خروج نمیبینه. و لحاظا شما مشکلشون باید حل بشه، مشکل حل بشه. شما در رابطه با حجاب و در رابطه با مسائل دیگه الان اینا رنگ دیگری گرفتن، رنگهای مبارزه گرفتن. و وقتی که این مسائل می آید همه از واقعیت ها فاصله می گیرند. شما مشکل حل بکنید، بنبست حل بکنید. وقتی که این مشکلات حل بشه همه چیز حل میشه. همه ملت ایرانی، ما معتقدیم همه ملت ایرانی، ما دلمون برای همه میسوزه، ما گفتی خیرخواه همه ایم. و اینجا چیزی که صحبت میشه خیرخواهیه. شما به حرف خیرخواه توجه کنید. شما سر قدرتید، خیلی چیزا را نمیبینید، ولی اونه که سر قدرت نیست و در کنار میبینه. نگاه کنید که اونها که در کنارن اونها چه میبینن. در کشور ما متاسفانه که به این طرف آمدیم نخبه گریزی شده است. نخبه ها و انسان های که فکر روشن دارند، انسان هایی که شایسته مدیریتن، میتوانند کشور نجات بدن، کشور متحول بکنند، بنبسته را بشکنند. ما از اینها دوری کردیم، از اینها دوری شده است. و باید این نخبه ها بیایند که توانایی دارند و شایستگی دارند و این کشور را بسازند، یک کشور آباد بشه، کشور توش آزادی های که لازمه زندگی هست و اولین حق بشری آزادی باید داشته باشه. این آزادی های لازم فراهم بشن و همه چیزی که ضروری هست و لازمه باید در این کشور فراهم بشه. و در رابطه با مسئله حقابه هم به هر حال رئیس جمهور صحبتی کردند و اون طرف هم مقداری روی مسئله ناراحت شدن. بهتر است که حقابه از طریق گفتگو حل بشه. واقعا مردم سیستان واقعا در تنگنا و بنبست قرار گرفته. اگر آب نباشه سیستان قابل زندگی نخواهد بود و جمعیت بزرگ اینجا زندگی میکنه. و لحاظا بعد بهترین به جای تنش و دو طرف که هر دو ما کشور همسایه هستیم و با هم زندگی مسالمت آمیزی داشته ایم و داریم و در مشترکات خیلی در سطح بالان، آنی که به نظر ما پیشنهاد میکنم که یک هیئت از طرف ایران تعیین بشه که در اونها قانوندان و کارشناس باشن، متشکل از افراد قانوندان و کارشناس باشه. اون طرف هم
تشکیل بشن و اینها با هم گفتگو کنند، ببینند که چه اندازه آب آمده، حقابه این رعایت شده نشده، آبی وجود داره نداره، بره عملا ببینند و مسئله را حل کنن بهتری از این طریق، و تا اینکه تنش باشه و تا اینکه به هر حال کلا حرفای تند و تیزی دو طرف به کار ببرند و دیگران سوی استفاده کنند، از این بهتر است که از طریق صحیح این مسئله باید به جای برسه که مردم قانع بشن. تاکید بندان است که شما برای فرزندانتون در ایام تعطیلات برنامه ریزی بکنید و الان که 3 ماه 4 ماه عملا بچه ها تعطیل هستند، دانش آموزان دانشگاهیان، و این وقت به هدر ندن و این وقت باید برنامه ریزی بشه، کلاس دایر بشه توی مساجد، از مسجد استفاده بشه، هم برای قرآن آموزی، قرآن مردم یاد بگیرند، احکام یاد بگیرند، هم برن علم یاد بگیرند، هم در مساجد معلمان محترم فرهنگیان برای کلاس تشکیل بدن، روی مسائل مختلف این دانش آموزان کار بکنند. کسانی که بالاخره در ریاضی کم مشکل دارند، کسانی که در علوم دیگر مشکلات دارند، این مشکلاتی که دانش آموزان دارند کار بشه و کار و شغل به این دانش جویان و دانش آموزان آموزش بدن توی ایام. بالاخره اینا باید کار یاد بگیرن، شغل یاد بگیرن، بتوان از این طریق ارتزاق کنن. بسیاری دانشجوان بالاخره با لوله کشی طالب العلمان، بر کشی لوله کشی میرن توی کارگاه ها کار میکنن و هزینه شون را از اونجا تامین میکنن. و زنان شغل یاد بگیرن، مردان شغل یاد بگیرن، دانش آموزان یاد بگیرن، قرآن یاد بگیرن. و این خیلی مهمه که وقت بچه ها به هدر نره، توی خیابان ها بازی نکنن، وقتشون را صرف خواب اضافی نگردانن و به هر حال سرگرمی های بیفایده و سریال و فیلم و به این مسائل وقتشون به هدر نره و آموزش ببینن، چیزای آموزنده استفاده بکنن و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. این هم تاکید علما هست، هم تاکید فرهنگیانه و پیشنهاد همه هست که با مردم عزیز صحبت بشه. علم مهمه، دانش مهمه، یادگیری مهمه و برای این همه اهمیت قائل باشن. درود ختم بکنید. و جریان انتهاء اعدام های اخیر آمین اصفهان واقعا هم دردآور بود. به هر حال مشکلات اساسی که باید رویش فکر بشه اینه که همین روی اعترافات و بالاخره از یک طرف مسئولان گفتن، مسئولان قضایی که و امنیتی که اینها اقرار کردند و اعتراف کردند به قتل و از طرف اونا از داخل زندان پیام فرستادن که ما را مجبور کردند، ما روی اجبار این اعترافات کردیم. یک خیلی چیز مهمی است و لحاظا مردم همه ایران و دنیا خواستار شدن که شما اعدام اینها را متوقف کنید. و الان یک چیزی که ضربه خورده و اعتمادی که ضربه خورده است، مردم اعتماد در از دست دادن به این اعترافات که اعترافات آیا
به چگونه به دست آمده. اگر اعترافات روی اختیار باشه توش بحثی نیست، کسی که قتل کرده کشته میشه. اما وقتی اعترافات روی اجبار انجام میگیرن، ما میبینیم اینایی که میگن پیش ما مراجعه میکنن زخمهای خود را نشان میدن و فریاد میکنن و لحاظا این چیزی که متداول متاسفانه و این وجود داره، قابل انکار نیست. اعتراف اجباری هیچ جایگاه شرعی و قانونی نداره، قانون اساسی قبول نداره. و من میگه که قانون همه چیزش منفی نیست، منفی هم داره مثبت هم داره و اما مثبتش عمل نمیشه که همین مورده. و این اعتماد سازی را چه کسی باید بکنه؟ چه کسی باید به اعتمادی مبارزه بکنه؟ حاکم باید مبارزه بکنه. حاکم باید واجب بر حاکم که اعتماد ملتش را به دست بیاره. شما اعتماد مردم ها که مردم بدونن، مردم اگر بدونن و اعتماد بکنن مشکل پیش نمیداره. مردم اصفهان نه تنها، همه مردم ایران گفت آقا شما اینا را اعدام نکنید، دنیا گو اعدام نکنید. و اگر اینطوری مسائل بودی که همونا زندانی خودش که اونجایی قرار کرده، اینجا میگه من مجبور کردم. و اگر این مسائل باشه بالاخره مردم حق دارن. و این اعتماد سازی تا نباشه اصلا کل زندگی سیستم به هم میخوره، هیچی جواب نمیده اگر اعتماد نباشه. اعتماد سازی مهمه و الله تعالی به همه توفیق عمل عنایت کنه. و ما امیدواریم که این مسئولین هم دل سوزانه میگیم که اعدام متوقف کنید و این رای حل نیست. اینا مردم ایرانن و صاحبان همین کشور همین مردم و ما نیستیم. ما یک بالاخره شهروند ایرانی هم بنده و امثال بنده ما یک طیفی هستیم و اقلیتیم. شاید حاکم هم اقلیت باشه و اکثریت با مردمه. این زنان این مردان اینها چه میخواهند؟ این مهمه که بالاخره به خواسته این ملت توجه بشه، واسه مردم توجه بشه. الله تعالی توفیق عمل عنایت کنه و ما را توفیق بده که صحیح فکر بکنیم و درست فکر کنیم و عاقبت همه ما را به خیر بگردانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.